شرکت آرتین آزمامر. همونطور که مستحضرید این سمینار به منظور بررسی واکاوی توانمندی‌های داخلی در خصوص ساخت کاتالیزهای پرکاربرد در صنعت نفت، علخصوص در بخش پتروشیمی، پالایش و پخش و گاز متمرکزه و انشالله در پایان برنامه هم برنامه‌های B2B یا B2C رو ما داریم که نزدیک شدن شرکت‌های متقاضی از صنعت نفت با شرکت‌های خصوصی هست که امکان داره بتونن نیازمندی‌های صنعت نفت رو مرتفع کنند و توسعه بدن بحث کاتالیست رو در کشور. خب در این قسمت از برنامه دعوت می‌کنم از جناب آقای مهندس سالاری، مدیرعامل محترم شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. یاد کنیم از شهدا و امام شهدا و رئیس امور شهیدمون خیر مقدم میگم خدمت عزیزانمون از کشور روسیه، شرکت آنترکس و همچنین شریک تجاریشون شرکت پیشرو کاتالیست الماس، فرهیختگان و اصحاب رسانه، همکاران خودم در مجموعه پژوهش، مدیران عامل شرکت‌های پالایشی، عزیزان از شرکت‌های پالایشی و مجموعه وزارت نفت، امیدوارم که این همایش زمینه انتقال دستاوردها و تکنولوژی فیمابین در واقع مجموعه داخل کشور با حالا تبادلاتی که تو اجلاس کمیسیون مشترک فیمابین مجموعه حالا دولت ما که از اون طرف جناب مهندس اوجی در واقع ریاست اجلاس کمیسیون مشترک رو داشتن در تبادلات و حوزه دیپلماسی انرژی فیمابین مجموعه ما و دولت روسیه و الحمدلله و المنه این توفیقات حاصل شد که امروز زمینه‌ای شد برای مذاکرات فیمابین در بحث بومیسازی و تولید و انتقال دانش فنی در حوزه کاتالیست‌های مجموعه پالایشی. خب فراموش نمی‌کنیم که در دهه 70 ما واقعا شدیداً نیازمند کاتالیست بودیم. یکی از موضوعات تحریمی ما همیشه در این حوزه بخش کاتالیست بود دیگه. ما همیشه چالش بنزین رو که داشتیم، چالش کیفی‌سازی رو که داشتیم، یکی از موضوعاتش این بود که ما دسترسی به کاتالیست دچار مشکل بودیم. خب عزیزانی که حالا در حوزه دانشگاه صنعت نفت بودن، در پژوهشگاه صنعت نفت بیاد دارن در دهه 70 حتی دو بحث پایه کاتالیست هم ما دچار مشکل بودیم. سالها تحقیق توسعه رو داشتیم ولی عملاً اتفاقی نیفتاد و ما تا حدی که ما به شرکت‌های مثل شرکت‌های هندی حتی ورود می‌کردیم که تامین کاتالیست در کشور و مشکل در واقع تامین سوخت کشور دچار مشکل نشه. و الحمدلله و المنه اتفاقاتی که افتاد و ریسک‌پذیری‌هایی که شکل گرفت در همینجا ما بحث‌های پیش خرید کاتالیست رو انجام دادیم. یادم از بحث کاتالیست ریفورمر بود که ساخت داخل در داخل کشور شروع شد. ما بحث پیش خرید و صرفاً با بحث یک دانش فنی داخلی عمدتاً هم در حوزه صرفاً آزمایشگاهی پذیرفتیم ولی تو باز ریسک پذیری رو نداشتیم. شرایط تحریم این کمک رو کرد که تونستیم در واحدهای کوچیک پالایشگی این رو تست بکنیم و مجموعاً این شد که ما از این مرحله گام به گام رفتیم جلو. تو همین بحث کاتالیست آیزومریزیشن زمانی که اکسن در واقع تحریم کرده بود، یوپی ما رو تحریم کرده بود، ما اومدیم با
مجموعه 40 ستون و مجموعه خدمتتون عرض کنم اکسیر نوین کاتالیست، با این مجموعه توافق کردیم. سال 88 بود. خب کاتالیست بومی کردیم، بعدش هم بالاخره در یه واحدی که دانش فنیش در واقع پرفورمنس تستش باید اونجا انجام میشد، گارانتی میگرفتیم، ولی از همین کاتالیست داخلی استفاده شد و عملا هم رقابت کرد با مجموعه خارجی و تونستیم واحدهای ایزومریزاسیون رو در حوزه هم پالایشگاه ها هم بخش دانش فنیش، از شازند عراق رو ببینید، پالایشگاه اصفهان رو ببینید. هم سال 91 کاتالیستی که از چین خریده شده در پالایشگاه لاوان همین محصول داشتیم و مشکل داشتیم واقعا تو حوزه اولوفینش. خب تیم نشست یه مجموعه داخلی و تونست کاتالیست مشاور تولید کنه و اون چالش کاتالیست گروه خارجی رو برطرف کنه و داخل کشور مستقر بشه و واحدی که از سال 91 تا سال در واقع 1401 واحد صرفا نفت فروشی می‌کردیم، این رو تبدیل کردیم به بنزین و بنزین در داخل کشور تولید شد. پس اینا میخوام بگم دستاوردهایی هستش که ما اتکا به نیروی داخلی داشتیم و فرایندی که تحریم برای ما مشکل داشت. ما امروز به حدی رسیدیم که میتونیم کاتالیست صادر کنیم. خب دیدید که ما در پالایشگاه الپالیتو هم تعمیرات اساسی رو که انجام دادیم، همه کاتالیست بردیم اونجا، اون کاتالیست ریختیم توی واحد ریفورمر، اون شد تبدیل به بنزین، بنزین رفت تو باک خودرو و اونجا در واقع تولید بنزین شروع شد. میخوام بگم با خودمون باید ببالیم به نیروهای توانمند داخلی و مجموعه شرکت‌های دانش بنیان و به اعتمادی که به این قضیه شد و تونستیم فرآیند تحریم در کشور عملاً خنثی کنیم و ریسک‌ها رو پذیرفتیم به حمدالله. امروز هم ما باید دیگه بریم در حوزه‌ای که در واقع بحث بهره‌وری رو، بحث افزایش در واقع تولید رو، بحث ارتقاء کیفیت رو، بحث زمان کاتالیست از زمان عمرش، طول عمرش بالاخره این 10-12 سال افزایش بدیم توی اکتیویتیشون، تو سلکتیویتیشون. دیگه ما تو هم بخش دانش پایه رسیدیم، تو ایمپرگنیشن ها، تو همه بخشا در واقع تو هم سطح سرویس ایریا مجموعه دیگه. میخوام بگم که شرایط در داخل کشور مستقر شده و این اتفاقات الان زمینش فراهم شده. من با آقای خانم جلسه دیروز داشتم، همین بحثا رو با ایشون داشتم و موضوع رو مطرح کردم که امروز بیایم مشارکت کنیم. ما هم استقبال میکنیم. بالاخره ما 25-6 هزار تن مصارف کاتالیسون فقط در حوزه پالایشگاه هاست. طرحهای کیفی سازی که امروز تو بحث آپگریدینگ نفت کوری داریم انجام میدیم، خب اینها نیاز به کاتالیست داره. ما در واقع تو حوزه دیپ اچ دی اس ها باید بالاخره کار کنیم، تو بخشای دیگه بالاخره نیاز هستش. تو شکست مولکولی ها واحدهای سنگین رو نیاز داریم. این هستش که این بخش ها میتواند زمین انتقال تکنولوژی فیمابین باشه در قالب یک مشارکت که حتی شرکت های پالایشی هم آمدن مشارکت کنن. عزیزان هم حالا با در واقع حوزه در پیشرو کاتالیست الماس اومدن، در قالب شراکت اومدن. ما هم حمایتشون میکنیم که ساخت داخل رو، اونم نه ساخت داخل جهادی، یعنی نه اینکه مثلا دوستان یه برنامه زمانبندی 18 ماهه میدادم، گفتم 18 ماهه که نیست دیگه، واحدهای بچ‌وایز دیگه این سیستم میتونه با 6 ماه 8 ماه بالاخره ما که تو داخل کشور زیرساخت داریم، عملاً یه تجهیزات باید نصب بشه و مواد اولیه بیاد و ساخت انجام بشه. و عزیزانم قول دادن دیگه که در ما هم بخش داخلیمون در این مشارکت 50-50 که داره اتفاق میفته، هم حوزه داخلی ما حمایت بکنه، زیرساخت رو انجام بده. به حمدالله خب ظاهرا شیلوری درگیمنتشون رو امضا کردن، بحث اساسنامه‌شون شکل گرفته و مشارکتنامه ایجاد شده و در چارچوب و انشالله شرکتشون هم ثبت داره میشه فرایندش که در واقع بتونن تولید داخل رو در داخل کشور انشالله مستقر کنن و بتونیم در واقع هم مصارف داخلی رو اون جایی که نیاز اونم در یه فرایند رقابت، چون الان ما تو داخل داریم تولید رو انجام میدیم، ما هم تو اچ دی اس ها در واقع کشور داره انجام میده، حوزه ریفورمر داریم، تو کلازا در واقع تولید توی کشور هستش. خدمتتون عرض کنم که موضوعی که حالا رو بحث کاتالیستشون این بحث زیرکونیوم، خب واقعا نسبت به کلونیت کاتالیست مزیت داره. خب این پالایشگاه شیراز هم نمونهشو گرفته در واحد آیزومرسیش، انشالله داره لود میشه که انشالله پرفورمنسش انجام بشه، ما هم بتونیم از این ظرفیت در داخل کشور استفاده کنیم. من تبریک میگم به دوستان و بزرگواران و همه عزیزانی که تو این جلسه تشکیل دارن. انشالله تو این به اصطلاح
حالا اطلاعی که فی مابین هست و مذاکراتی که انجام میشه و توافقاتی که حاصل شده، امیدواریم در یه فاصله زمانی کوتاهی بتونیم به اون دستاورد رو برسیم. ضمن اینکه میگم داخل کشور الان نیازسنجی هستش، حالا ظرفیتی که تو داخل هست میتونه به رقابت در واقع تامین بشه. از طرف دیگه هم حالا حوزه کشورهای منطقه هم الان نیاز دارن به کاتالیست. خب عزیزانم گفتن که شرکت در واقع آنتاریسک هم گفت ما الان داریم به سابیک و به مجموعه دیگه هم داریم صادرات رو انجام میدیم. خب یه زمینه است که این دسترسی در داخل کشوره. تولید داخل کشور هم هزینه‌اش بسیار پایین‌تره نسبت به اینکه ما بتونیم اون تعرفه ها و اون بحث‌های گمرکی رو حل کنیم. و تبادلات مالی هم بین ما و روسیه که الان دیگه فرآیند ریال با اتفاقاتی که انجام شد شکل گرفته و عملاً ما تو بحث در واقع مبادلات ارزی هم خیلی مشکلاتی نداریم. عزیزانم خوابی برآورد سرمایه گذاری کردن، غالبا مشارکت هستش. انشالله امیدواریم که این اتفاق مبارک در داخل کشور شکل بگیره و بتونیم در واقع ما گام به گام بریم. حالا 4 گروه رو پیش بینی کردن، انشالله گروه های 5 و 6 هم تو این قضیه دنبال بشه که ما بحث کیفی سازی نفتگور رو همونطوری که دانش فنیش داخل کشور الان قرارداد شرکت های پالایشی بستن بخشش بومی کردیم، حوزه کاتالیست هم بتونیم در واقع انشالله بومی بشه. من به همه عزیزان اینجا تبریک میگم این اتفاقی که امروز شکل گرفته. از همکاران خودم در مجموعه پژوهش فناوری شرکت‌های پالایشی که مشارکت کردن جلساتی رو گذاشته بودن، از خود بس شرکت آنتاریسک که جناب آقای خان که بالاخره اینجا محوریت قضیه هستن و همچنین مجموعه حالا مشارکت داخلی خودشون که با هم واقعا سالها تلاش کردن و یکی از دغدغه‌های ایشون این بود که من اگر تولید رو انجام بدم بعداً یه به اصطلاح محموله یه پارت خریداری بشه که من اعتماد رو ایجاد بشه که ما اینجا اگه سرمایه گذاری کردیم من بهشون اعتماد سازی کردم. گفتم نمونهشه که الان در شیراز گذاشتید، قبلا در ستاره خلیج فارس استفاده شده، عملا دیگه محدودیتی نیست. ما به این اقناگری رسیدیم و بس امروز رقابته. انشالله که امیدواریم که این سمینار منشأ فایده باشه و ما فرایند تولید داخل رو انشالله در یه بازه زمانی کوتاهی شروع کنیم. من همه عزیزان تشکر میکنم. برکت صلوات بر محمد آله. تقدیر و تشکر مجددا عرض می‌کنم خدمت معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران جناب آقای مهندس سالاری. Thank you for the presence of the honorable guest from Antarex Trade Company in the Catalyst seminar. I hope this seminar will have good results for the parties. I wish you success. خب در این قسمت از برنامه دعوت میکنم از جناب آقای مهندس شاه میرزایی معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران که موضوع خودشون رو در خصوص کاتالیست مطرح بفرمایند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح خیر دارم یکایک اندیشمندان، فریختگان، فعالان بخش کاتالیست و پژوهشگرانی که با تلاش خودشون امروز ما رو توی این جایگاه مهم قرار دادن و همینطور آقای دکتر دفتری شما توی جایگاه قرار نمیگیرید و همینطور تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان و 72 یار با وفای آقا ابا عبدالله که از عاشورای 61 تا به الان همچنان جوشش داره و این محرم و سفره که اسلام رو زنده نگه داشته. امیدواریم که بتونیم پاسداشت خون ارباب بی‌کفن انشالله باش. به میهمانان عزیز
روسی و همکاران خوبی که در دورانی که گذشت همکاری خیلی خوبی میان ما و روس‌ها به ویژه در 2 سال اخیر داشتیم. خوش آمد عرض میکنم و امیدوارم که ارائه امروز که با هم دیگه داریم همکاری‌های فیمابین رو هم گسترش بده هم عمق بده. خب یکی از موضوعات مهمی که در دولت مردمی 13 مورد پیگیری قرار گرفت به ویژه در وزارت نفت پیگیری موضوع مهم پرهیز از خامفروشی، حرکت سریع برای ایجاد ارزش افزوده حداکثری از منابع خودآزادی خام مثل منابع نفت و گاز یا در منابع معدنی که نیاز به فراوری داره. بنابراین در فرایندهای فراوری و ارزش افزایی از منابع معدنی و منابع هیدروکربوری لاجرم باید بریم به سمت فرایندهایی که در اون فرایندها از جمله در نفت و گاز به مقوله کاتالیست به عنوان پیشران واحدها و فرایندها برمیخوریم. در صنعت پتروشیمی همطور که مستحضرید شما اندیشمندان، تمامی واحدهای پتروشیمی لاجرم حداقل 1 یا 2 تا کاتالیست و در بعضی از مجتمع‌های ما بیش از 7-8 تا کاتالیست یا جاذبها یا آغازگرها مورد نیازه. بنابراین در صنعت پتروشیمی کاتالیست نقش کلیدی و گلوگاه رو داره. از این روی برنامه‌ای که در آغاز به کار حقیر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعریف شد، حرکت سریع برای بومی‌سازی باقی مانده کاتالیستایی که در صنعت پتروشیمی مورد نیاز است. چون باتلنک صنعت کاتالیست است. از این روی مأموریتی تعریف شد برای شرکت پژوهش فناوری که بازوی قدرتمند فناورانه صنعت پتروشیمی است. همزمان در چند محور بنا شد که این شرکت کار جامع و جهادی خودش رو واقعا که عرض میکنم جهادی نه یک لغلقه یا یک واژه کلیشه است، بلکه به معنای واقعی روی کرد و سمت و سوی حرکت ها و جهت حرکت ها رو معین میکرد. برای همین در 7 دی ماه 1400 8 دی ماه در تقویم ملی ما روز ملی پتروشیمی است. در 7 دی ماه همایشی که در اون فعالان صنعت پتروشیمی حضور داشتن با حضور وزیر محترم نفت در شرکت پژوهش فناوری همه جمع شدیم و اون روز به وزیر محترم نفت که خب خودش کارآزموده از بدنه صنعت نفت بلند شده از دانشکده نفت همینجور پله پله اطمینان داده شد که ما بقیه کاتالیستایی که باقی مونده و صنعت پتروشیمی وابستگی کاملی به اون داره تا پایان این دولت باید بومی سازی میکنیم و برنامه ماست و بحمدالله خب با اینکه کار زیاد شده بود در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در حوزه بومی سازی کاتالیست ها، بخشی از کاتالیست های ما وابستگی داشتیم، واردات اون بعضاً دچار وقفه میشد و یا به دلیل مانع‌تراشی که غربی ها و به ویژه آمریکایی ها و همپیمانان آمریکا علیه ما روا می‌دارن، تحریم های کاتالیستی از جمله تحریم های سنگینی است که در واقع در اعداد تحریم های هسته‌ای و تحریم های تسلیحاتی حساب میشه، یعنی با این شدت روی اون اعمال میکنن. آقای دکتر دفتری که حالا ارائه کوتاهی هم آماده کردن مختصر در حد مجال این جلسه
مأمور شد بهش اعلام کردم که برنامه بومیسازی دانش فنی کاتالیستای باقی مانده رو در دستور کار بدن که همزمان چند تا اقدام انجام شد. یک، کاتالیستایی که دانش فنی لایسنس اون بومی شده بود و صاحب لایسنس هم شرکت پژوهش فناوری بود، بنا شد که صنعتگران پتروشیمی یعنی سهامداران، مجتمع‌ها و فعالان این بخش بیان و دعوت بشن برای اینکه با محوریت NPCRT اسکیل اپ کنن و بعد اسپانسری اون و حرکت از نیمه صنعتی پایلت بدن تا تجاری سازیش رو این شرکت‌های فعال تولیدی خود صنعت انجام بدن که به حمدالله مسیر موفقی طی شد. این یک محور بعدی این بود که سایر کاتالیستایی که سرنوشت اون نامعلومه، متولی نداره و ما وارداتچی اون محسوب میشیم، در این زمینه هم دستور داده شد و خوشبختانه سند جامعه کاتالیست رو همکاران NPCRT آماده کردند و اون سند، البته اسناد قبلی هم آماده شده بود، بر ترتیب سند جامعه آماده شد و در اون سند معلوم شد که موقعیت ما در منطقه، در آسیا و همینطور در جهان چیست و ظرفیت‌های بالفعل شده، ظرفیت‌های بالقوه‌ای که ما در کشور داریم چگونه میتونیم اینها رو فعال بکنیم. متعاقب اون در یعنی 7 دی ماه 1400 در ایران پلاست 1401 در شهریور ماه 1401 حدود 7 ماه بعد از در واقع اعلام رسمی، یعنی در 7 دی ماه 1400 در ایران پلاست 401 این سند رونمایی شد و تکلیف صنعت روشن شد که در کدوم بخشا باید سرمایه‌گذاری گسترده تری انجام بشه و در دهه فجر 1401 برای اولین بار متاسفانه باید بگم ما برای بسیاری از کالاها و لوازم غیر ضرورمون از جمله مثلا لوازم آرایشی صدها نمایشگاه برگزار میشه، ولی مزیت اصلی کشور که اقتصاد کشور بر پایه اقتصاد نفت از حدود 100 سال پیش پیریزی شده، برای کاتالیستا متاسفانه تدارک لازم و یا عزم جدی نشده. برای اولین بار در سال 1401 دهه فجر اولین نمایشگاه کاتالیست کشور در طبقه همکف شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مدت 2 روز این نمایشگاه دایر شد و در طبقه زیرینش هم ارائه ها انجام شد. یعنی کاتالیست سازا مشکلات موانعی که دارن، مسائلی که گریبان میگه، کاتالیست سازامون رو درگیرش هستن در اونجا کنفرانس داشتن و کنفرانس های بعدی باعث شد که خوشبختانه فعالان این بخش در پژوهشگاه ها، در دانشگاه ها و هر کسی که ادعای ساخت کاتالیست و توانمندی در این زمینه داره اینو مطالبشون رو مطرح کردن و اقدام بعدی این بود که تولید کنندگان کاتالیست ما اگر احیانا منابع واحد داریم، یعنی سینگل سورس هستیم، اینا رو بیاییم و منابع رو در واقع متنوع کنیم برای اینکه خدای نکرده در داخل انحصار صورت نگیره. بعضی از کاتالیست سازای خوشنام و خوش‌ذوق ما، یعنی مثل شرکت سرو، اینها هم وارد عمل شدن، سایرین هم دعوت شدن. به سرعت رفت آمد ما با اینها شروع شد. البته آقای دکتر دفتری و بچه‌ها و پژوهشگران دانشمندان شرکت پژوهش فناوری که متمرکز بر این حوزه بودن، اینها همکاری تنگاتنگی دارن. در دانشگاه امیرکبیر اومدیم اولین مرکزی که در واقع از لحاظ سیاست پژوهی
به موضوع فناوری های صنعت پتروشیمی به ویژه در حوزه کاتالیستا که صرف میزبانی رو انجام داد و دایر کرد و خوشبختانه دانشگاه امیرکبیر اومد پای کار، مرکز سروینو رو دایر کردیم که همزمان با 50مین سالگرد تأسیس پتروشیمی بندر امام که ژاپنی‌ها در هنگام ساختشون 51 سال قبل نیمه کاره رها کردن رفتن، رسید به انقلاب که شد اینو رها کردن و فکر کردن که بندر امام روی زمین میمونه. این مرکز هم افتتاح شد و به سرعت باید به این سمت بریم. خب صنعت پتروشیمی، دانشمندان، پژوهشگران، محققان تا قبل از انقلاب که 20 سال از این میگذشت، یعنی از سال 37 تا 57 با اینکه هیچ محدودیت و تحریم و تهدید و مسئله ما نداشتیم، در مجموع حرکت کندی رو تجربه کردیم، در حالی که ما به عنوان صاحب منابع هیدروکربوری هم در بخش گازی هم در بخش نفت به سرعت بایستی صنایع ارزش افزای پتروشیمی رو باید تکثیر میکردیم که از منابع خدادادیمون بتونیم حد اکثر ارزش افزوده رو برای ملتمون، برای مراکز پژوهشیمون، اقتصادمون و اشتغالمون ایجاد بکنیم که متاسفانه این غفلت صورت گرفته بود. یعنی با پیروزی انقلاب اسلامی ما 6 تا مجتمع پتروشیمی با تولید واقعی 1.6 میلیون تن در مجموع و در واقع ظرفیت نصب شده کمتر از 3 میلیون تن رو کشور ما داشت. امروز که ما با هم دیگه صحبت میکنیم، با همه تحریم ها، با همه محدودیت هایی که برای ما ایجاد کردن، چه تحریم های مالی، چه تحریم های فناوری و مسائل از این دست، خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران 6 تا مجتمعش تبدیل شده به حدود 80 تا مجتمع پتروشیمی که در 15 تا هم امسال طرح‌های نیمه تمام به سرعت میاد ملحق میشه و از مرز 90 تا مجتمع پتروشیمی عبور خواهیم کرد و اون 1.6 میلیون تن سال 1157 ظرفیت نصب شده امروزی ما از 100 میلیون تن عبور خواهد کرد که برای دوستان روسیه ما هم بسیار قابل توجه است. اما همکاری‌های فناورانه ما میان ایران و روسیه که از سال 1400 یعنی از فروردین 1401 شروع شد، دیپلماسی مذاکراتی میان روس‌ها، میان ایران و برزیل یعنی اعضای بریکس و CIS خوشبختانه موفقیت‌های خوبی رو در پی داشت، به نحوی که در سالی که گذشت حدود 1500 تن انواع کاتالیز فقط به همسایه شمالیمون در روسیه صادرات داشتیم که مایه مباهات و البته گروه‌های مهندسی روسی از شرکت به اصطلاح شیمیایی روسیه هم چندین بار دعوت شدن و البته با درخواست خودشون اومدن و آموزش‌های لازم رو در شرکت پژوهش فناوری آقای دکتر دفتری همکارانشون داشتن. بنابراین همکاری‌های فیمابین ما با همسایگانمون و شرکای راهبردیمون در حوزه فناوری میتونه مکمل هم دیگه باشه، به ویژه اینکه خب روس‌ها هم مثل ما مورد تحریم‌های جانبه و ظالمانه غربی‌ها واقع شدن و جا داره که ما به کمک هم دیگه داشته هامون رو به اشتراک بذاریم و این حرکت رو سریعتر طی بکنیم. آقای دکتر دفتری گویا 2-3 دقیقه مطالبی دارم که احتمالاً سرگذشت سند جامعه کاتالیست رو می‌خواید ارائه بفرمایید. آقای دکتر بفرمایید، اگه نکته باشه من در ادامه عرض می‌کنم. همونجا صحبت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم و تشکر کنم از مدیریت پژوهش و فناوری پالایش برای برگزاری این همایش. واقعیتش آقای مهندس شاه میرزایی به دقت تمام مراحل سند کاتالیست رو عنوان کردن. من فقط تاریخچه خیلی خلاصه‌ای رو خدمت شما عرض خواهم کرد که
توی حوزه‌های کاتالیست های مختص ریفاینری، پتروشیمی و مشترک بین ریفاینری و پتروشیمی و بقیه موارد صنعت نفت رو در این پرزنتیشن ما خدمت شما خواهیم آورد. اینجا من در این پرزنتیشن انواع کاتالیست ها رو در یک گراف و میزان مصرفشون و ارزششون رو خدمتتون ارائه دادم که تو هر زمینه پالایش، پتروشیمی و موارد مشترک و کل صنعت به چه صورت هست. این فایل رو در اختیارتون میذاریم که بعداً ازش استفاده لازم رو ببرید. هلوش 99 کاتالیست و جاذب در این صنعت استفاده میشه که ارزش توتالش و هم از جهت وزنی و هم از جهت مبلغی این تو این جدول آورده شده. در واقع ورلد واید کاتالیست مارکت ملاحظه کردید 36,000 تن تقریبا مصرف کاتالیستی کشوره و حدود 1.2 میلیارد دلار که رقم بسیار بالای نیاز کاتالیستی کشور در سال. دقیقاً. اینجا در واقع جهانیش رو خدمتتون آوردیم که 2023 هولوش 20.65 بیلیون دلار و با رشد 5% بالای 5% در سال 33 به هولوش 32 خورده بیلیون دلار خواهد رسید. اینجا میلیارد دلار منظورتون دیگه؟ بله، من چون خیلی یعنی نمیتونم دید ندارید شما. ببینید برگردونید اون رو، اهمیت این رو محققین محترم ملاحظه بفرمایید. سال 23 حدود 21 میلیارد دلار تجارت کاتالیست در دنیاست که 10 سال آینده میرسه به حدود 33 میلیارد دلار. این جایگاه کاتالیستی. خب بریم صفحه بعدی. اینجا در واقع کاتالیست مارکت رو در سال 2023 در حال نشون دادن هست که بله ملاحظه می‌فرمایید. ببینید در آمریکای شمالی حدود درصد مصرف کاتالیست کشورهایی که لحاظ صنعتی در نورس آمریکا حدودش 41%، اروپا و همینطور آسیا و پابلیک به صورت کامل اینجا خدمت. این در واقع شرکت‌های تولید کننده کاتالیست در داخل کشور هستند که کشورهای بسیار ارزشمندی از اسمارت کاتالیست گرفته، اکسیر نوین، سرو، شرکت‌هایی هستند که در حوزه‌های پالایش و پتروشیمی هولوش 15 تا شرکت بزرگ هستند و همینطور در ارتباط با اکس هاوست کاتالیست هم شرکت‌هایی که در ارتباط با خودرو از جمله صنعت آفرین ماهان، ایران دلکو، اینها هم علاقمند شدن که تو صنعت پتروشیمی و پالایش وارد بشن. شرکت‌های خارجی متعددی در دنیا وجود دارن که بازار عمده صنعت کاتالیست رو عهده‌دار هستن، از اکسن، BASF، جانسون متی، سینوپک. این سال 1390 میزان کاتالیست هایی که در داخل کشور تولید می شده رو نسبت به نان لوکالایز داره نشون میده. سال 1390 13 تا کاتالیست و جاذب در داخل کشور تولید می شده و 83 کاتالیست از خارج از کشور تهیه می شده. به همت دولت 13 سال 1402 94 کاتالیست در داخل کشور در حال تولیده و 5 تا کاتالیست باقی مونده که این 5 تا هم از جهت مقدار و هم از جهت ارزش در واقع دلاری بسیار ناچیز بوده که تولید کننده ها دنبالش نرفتن، ولی شرکت پژوهش فناوری به علت رسالتی که داشته هولوش 1 ماه پیش با حضور آقای مهندس با 5 تا دانشگاه معتبر کشور کارهای تحقیقاتیش شروع کرده و امیدواریم در انتهای سال در واقع آزمایشگاهیش به پایان برسه و سال آینده حالت صنعتیش ادامه پیدا کنه. اینجا باز دوباره از جهت تعداد داره نشون میده که 99 کاتالیست 94 تاش داخلی شده، 5 تاش خدمت شما گفتم و دقت کنید که روی ارزش و کانسامشن تقریبا 98% تولید داخل
توسط شرکت‌های داخلی در حال تولید هست. خب من خیلی سریع میگذرم که تو چرخه متانول کشور تمام 7 نوع کاتالیستش در داخل کشور تولید میشه. شرکت پژوهش فناوری و سرو در واقع 2 تا شرکت، حالا ما که رقیبشون نیستیم چون ما دانش رو به مجموعه باختر دادیم، در حال تولید هستن. تو آمونیا پلنت 7 نوع کاتالیست در داخل کشور در حال تولید هست. توی هایدروژن یونیت هم به همین صورت و نشون میده که کاتالیست ها به چه صورت در حال اقدام هستند. از 4 کاتالیستی که امروز ازش در رونمایی میشه، آیزومریزیشن، کاتالیست ریفورمینگ، هایدروتریتینگ و کلاودز، شرکت های داخلی دو هر موضوع 2 تا شرکت وجود دارن که در حال تولید این کاتالیست ها هستند. امروز این همایش در نسل‌های جدید رو در واقع با شرکت روسی به تفاهم میرسه که امیدوارم که توفیقات خیلی خوبی داشته باشن. اون 5 تا کاتالیستی هم که خدمت شما گفتم نان لوکالایز رو من اینجا لیستش آوردم که با دانشگاه‌های مختلف ما این رو انجام دادیم. حالا چالش هایی که تو این صنعت کاتالیست هست رو من اینجا خیلی خلاصه‌وار بهتون گفتم که به چه صورت میتونیم این چالش ها رو انجام بدیم و روشی رو که ما تو شرکت پژوهش فناوری اجرا میکنیم از تکنولوژی مانیتورینگ هست، لب اسکیل داریم، پایلوت های بیشماری در مجموعه خودمون داریم و دمو پلنت و نهایتاً با پروسس پکیج دیزاین الان 10 شرکت کاتالیست سازی در کشور با دانش ما و پژوهشگاه صنعت نفت در حال تولید این کاتالیست هستند. خواستم یه نمونه ای رو بهتون نشون بدم که به چه صورت ما از لب اسکیل رفتیم سمت کارخونه تولیدی که در مرکز عراق برای سنتز پرسیپیتیشن کاتالیست ها در حال اجرا است و موارد متعددی در داخل کشور در حال تولید هست. من به علت ضیق وقت تشکر میکنم از برگزار کننده های این کاتالیست. کار مشترکی بین ما و پژوهشگاه صنعت نفت و امور تحقیق و توسعه تمام زیر مجموعه وزارت نفت اتفاق افتاده و صنعت کاتالیست الان به خودش مغروره که تونسته تقریبا 98% تولید کاتالیست کشور رو نه تنها تو صنعت نفت، تو صنعت فولاد، تو صنعت خودرو مدیریت کنه و کشور رو بی‌نیاز کنه از این در واقع ماده استراتژی. خیلی متشکرم آقای دکتر. صفحه 3 رو بیارید که 2 تا جمله تکمیلی رو عرض بکنم. برگردونید. بله صفحه 3 و 4 رو بیارید. ببینید همکاران شریف، محققین، بله ملاحظه بفرمایید 40% کاتالیست دنیا رو در حال حاضر آمریکایی‌ها یعنی ایالات متحده و کانادا در اختیار دارن. نشونه چیه؟ اروپایی‌ها حدود 23% و در آسیا حدود 20%. در منطقه ما با اینکه عمده منابع نفتی و گازی در این منطقه است که ما باید مزیت نسبی اون برای ایجاد ارزش افزوده رسیدن به محصولات نهایی که راهبرد رهبری ماست باید علالقاعده جای این دوتا جابجا میشد، یعنی اون 40% باید اینجا میبود. ملاحظه میفرمایید که ما حدود 9%، یعنی در کل منطقه غرب آسیا و قاره آفریقا که مناطق نفتخیز جهان در اینجا متمرکز هست 9%. در آمریکای لاتین 5%، یعنی ونزوئلا به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت 5% رو به خودشون اختصاص دادن با کشورهای در واقع آمریکای لاتین و 40% که جای اینها در آینده قطعاً باید جابجا بشه، به خصوص کارخانه جهان یعنی چین و ایران و منطقه پیرامون ایران که ما دنبالش هستیم. تمامی چرخه صنعت پتروشیمی رو در داخل تکمیل بکنیم، جای اینها باید جابجا بشه. به این منزله که
ما به عنوان صاحب اول منابع هیدروکربن، جایگاه اول در دنیا، طبیعی است تا حدود 10 سال آینده که کمک کمک تمامی خودروهای با سوخت فسیلی دیگه جاشون رو باید تحویل بدن به خودروهایی با انرژی های تجدیدپذیر. طبیعی است که مصرف نفت و گاز برای تولید حرارت و یا انرژی محرک حوزه حمل و نقل جای خودش رو به انرژی تجدیدپذیر میده. پس چه باید کرد؟ کشوری که روی تکیه کرده بر درآمد نفت و گاز، باید بریم لاجرم به سمت توسعه سریع صنایع تبدیلی، یعنی نفتمون، گازمون و همینطور پالایشگاه هایی که امروز خوشبختانه با برنامه‌ریزی خوبی که در شرکت پالایشبخش توسط آقای مهندس سالاری همکارانشون انجام شد، دیگه پالایشگاه قدیمی باید جاشون رو بدن به سمت پالایشگاه، پتروپالایشگاه هایی که حداقل از 35% به بالا تولیدات قابل در واقع مصرف و به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی حرکت بکنن. و این به منزل اینه که ما نیاز کاتالیستیمون رو بایستی بیشتر و بیشتر تدارک ببینیم. و از این رو بود که درست دقیق شرکت ملی صنایع پتروشیمی دست گذاشت روی نبض صنعت پتروشیمی، یعنی نیاز کاتالیستی. از سوی دیگه چون برنامه تکمیل زنجیره رو در دستور کار گذاشتیم، برای رسیدن به تکمیل زنجیره لاجرم نیاز به 2 تا موضوع حیاتی داریم. از حوزه طراحی خوشبختانه کالا و تجهیزات آسوده خاطریم، چرا که برنامه‌ای که ما در صنعت پتروشیمی تعریف کردیم که برنامه 5 ساله تعریف شد که تا 5 سال تمامی کالاها و تجهیزات به ویژه روتاری اکیپمنت ها رو در داخل بومی سازی بکنیم. 1 سال اون تقریبا سپری شده و حرکت خیلی سریع انجام شد. یعنی ما بخشی از کالاهامون رو، کالاها و تجهیزات دوارمون رو بومی سازی کردیم و تا 4 سال آینده به لطف خدا اون 10-15% باقی مانده هم که نیاز فناورانه هست انشالله در داخل تولید خواهد شد. روی 2 تا مقوله، یعنی لایسنس، کاتالیست رو تقریبا طی کردیم که به لطف خدا تا پایان امسال هم تو که دکتر دفتری گفتن همتی که شد در به طور کلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی حرکت بسیار برق‌آسایی بود، بسیار برق‌آسا. و آخرین گروه از کاتالیستا 5 تا کاتالیستی بود که اشاره کردن که مطالعات اولیه‌اش انجام شد برای تدوین اون و نهایی سازی سند در واقع لایسنس اون با 5 تا در واقع فعالان این بخش قرارداد شد و قرارداد اون 2 هفته قبل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به امضا رسید. بنابراین برای نیل به تکمیل زنجیره نیاز هست به تکمیل چرخه کاتالیستی، کالا و تجهیزات. خوشبختانه در حوزه نیروی انسانی کشور ما سرشار از منابع و سرمایه‌های انسانی هم مجرب. بعضی از نیروهای ما بخشای گوناگون سند رو طی کردن، 40 سال 45 سال تجربه داره. دانشگاه‌های ما به حمدالله سرشار از نیروهای نخبه ممتاز تحصیل کرده. مراکز پژوهشگاهی ما، مراکز علم و فناوری ما، بنابراین همت این سند میطلبه شما هم به عنوان پیشرانان حوزه کاتالیست که امروز دور هم جمع شدید، چه خوبه که با آقای دکتر دفتری این کار رو به سرانجام برسونیم. در حال حاضر شرکت پژوهش فناوری 4 تا مرکز مهم، یعنی مرکز تهران، مرکز عراق، مرکز ماهشهر و مرکزی هم در منطقه عصبی به فراخور نیازهای اونجا دایر کردیم که هم حوزه لایسنسوری رو دارن پیش میبرن و در هاب‌های جدید، یعنی در هاب مکران هم در تدارک هستیم که این مرکز باید بره اونجا و بتونه وابستگی فناورانه‌ای که مجتمع‌های صنعتی ما به صاحب نامان مهمی مثل UOP، مثل تاپسوی داشتن، انشالله شرکت پژوهش فناوری این رو انجام خواهد داد. خیلی متشکرم از حوصله‌ای که به خرج دادید. تشکر میکنم از آقای کاظم نژاد و همکاران شریفمون، آقای دکتر مهندس سالاری که میزبانی این رویداد مهم و مؤثر رو
به سرانجام رسونید. متشکرم. به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. تفاوت بین یک آدم موفق و یک انسان موفق با یک انسانی که به توفیقات نرسیده نداشتن استعداد نیست، بلکه نداشتن پشت کار و نظم است. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. تقدیر و تشکر میکنم مجددا از جناب آقای مهندس شاه میرزایی، معاون محترم وزیر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، و همچنین آقای دکتر دفتری، مدیرعامل محترم شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی. خب در این قسمت از برنامه دعوت میکنم از به خاطر ضیق وقت یه تغییری تو برنامه انجام شد. یک تفاهم نامه هستش که باید به امضای طرفین برسه در خصوص تولید کاتالیست و طراحی اون که ایشالله در بعد از اون ما برنامه رو به شکل روتین ادامه خواهیم داد. خب دعوت میکنم از آقای مهندس شاه میرزایی. خب مجددا پوزش میطلبم از همکاران محترم مدعوین که تشریف آوردند به خاطر به هم خوردن تنظیمات بحث تفاهم نامه تا اینکه معاون محترم وزیر جناب آقای سالاری هم تشریف بیارن. این لحظه دعوت میکنیم از جناب آقای رجبی، مدیرعامل محترم شرکت پالایش نفت امام خمینی رحمت الله علیه شازنده عراق، که در خصوص توانمندی‌های خودشون و تولیداتشون در خصوص کاتالیست مطالبی رو خدمت شما ارائه کنند با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار محترم و عرض تسلیت ایام و تشکر از مجموعه پژوهش و فناوری شرکت پالایش بخش که این گردهمایی رو فراهم کردن و به ما هم در واقع فرصتی دادن خدمت شما باشیم. خب پالایشگاه امام خمینی شازند یکی از پالایشگاهایی که هست که مصرف کاتالیستش خیلی بالاست، یعنی جزء پرمصرف در این پالایشگاه‌های کشور هست و تنوع کاتالیستاش هم خیلی بالاست. خب مرتبط با موضوع این جلسه این که در تقریبا 3 سال گذشته ما 2 تا کاتالیست بسیار مهم و در واقع بومی سازی کردیم، تولید داخل کردیم و در شرکت تست کردیم و کاملا جواب گرفتیم که این یک دستاورد بزرگی برای صنعت نفت، برای پالایش بخش و برای پالایشگاه است. خب اهمیت کاتالیست همه عزیزان اینجا هستن، اساتید و بزرگواران. کاتالیست جزء در واقع مواد اولیه‌ای هست که تو پالایشگاه‌ها جزء پرحجم‌ترین و جزء در واقع از لحاظ ارزی با مبالغ ارزی بالایی باید برای این صرف بشه و همین که آوردنش از خارج کشور هم خیلی پرهزینه است و نقشش هم در تولید نقش اوله. اگه نباشه کاملا تولید متوقف است و در واقع ادامه کار باش ممکن است. بنابراین اهمیت کاتالیست همه میدونید. نکته دومی که کاتالیست هم خب به صورت حالا کاتالیست‌های مختلف مشخصات و حالا تعاریف متفاوتی دارن، ولی مهمترین مؤلفه‌های یک کاتالیست اینه که فعالیتش خوب باشه. اگه فعالیت خوبی داشته باشه به هر حال هم کیفیت محصول هم کمیت محصول بالا میره. عمر کاتالیست هم خیلی مهمه. اگه کاتالیستی عمرش پایین باشه سودآوری پالایشگاه رو میاره پایین، تعمیرات اساسی رو در واقع زود هنگام میکنه و عرضم بود شما از اون ور اگه دمای فعالیت دمای اکتیویتی کاتالیست هم بالا باشه یعنی مصرف سوخت میبره بالا، همه این مؤلفه ها یعنی سود پالایشگاه رو میاره پایین و به عبارتی از اون ور تولید رو کم میکنه، تعمیرات اساسی پالایشگاه رو در واقع بیشتر میکنه. پس بنابراین نقش کاتالیست در تولید و سودآوری پالایشگاه خیلی مهم است. خب اون کاتالیستی که الان ما مرتبط با موضوع جلسه هست کاتالیست آیزومریت هست. کاتالیست آیزومریت پالایشگاه شازند تقریبا بیش از 10 ساله که داره کار میکنه، از چین خریداری شده. کار این کاتالیست اینه که هم مقدار بنزن بیاره پایین و هم اکتان ببره بالا. الان این کاتالیست ما که کاتالیست چینی هست به مقدار لازم اکتان نمیبره بالا. خب بنابراین برای ما یه مقداری اصلاح جذابیت کمتری داشته. پایش در واقع زئولیتی است.
الان می‌خوایم ان شاءالله اگه با این اتفاقی که می‌خواد بیفته، این در واقع نسل جدید کاتالیست آیزومریت که زیرکونیا هست، اگه این اتفاق بیفته که ما مایل هستیم در واقع این بومی سازی بشه، تکنولوژیش منتقل بشه داخل کشور، ما هم ان شاءالله از این کاتالیست در پالایشگاه شازن استفاده کنیم. از این نوع ما آماده همکاری هستیم. از آقای کاظم نژاد هم تشکر می‌کنیم و همینجا هم آمادگی خودمون رو اعلام می‌کنیم. نکته دوم این که در ارتباط با بومی سازی کاتالیست، انتقال دانش فنی و تولید در داخل یک کار فرایند واقعا پیچیده سختیه. این کارم یک کار گروهیه، کار یک نفر و یک گروه نمیتونه باشه. الان ما 2 تا کاتالیست رو توی این 3 سال گذشته بومی کردیم. یکی کاتالیست RCD، واحد RCD که تنها کاتالیست، تنها در واقع واحد پالایشگاهی که در پالایشگاه شازند است. یکم کاتالیست واحد RFCC. این 2 تا کاتالیست ما بومی سازی کردیم، ولی واقعا یک فرایند پیچیده طی کردیم. کمک همه رو میخواد. یعنی در واقع یه فرایند پیچیده‌ای که هر کسی باید مسئولیتش قبول کنه. همه مسئولیت رو بندازیم گردن پالایشگاه، این نه منصفانه است، نه منطقی، نه عادلانه. بنابراین همین 2 تا کاتالیستی که ما بخوایم از تقریبا بیش از 4 سال 5 سال پیش شروع شده، ولی تو این 2-3 سال گذشته الحمدلله دیگه ما نتیجه گرفتیم. ببینید همین کاتالیست واحد RCD که ما می‌خواستیم در واقع با شرکت تولید کننده داخلی بومی سازی کنیم، خب فرایند متفاوتی طی شد. ابتدای کار کمیته کاتالیست پالایش بخش باید اینو تایید کنه. خب تایید کردن، زحمت کشیدن. خب این قدم اولیه، بخش از مسئولیت رو در واقع کمیته کاتالیست پالایش بخش پذیرفت. خب مرحله بعد وارد به اصطلاح بحث تولید شد. اون شرکت تولید کننده دیگه باید توانش رو بذاره که این کار انجام بده. اون کارش انجام داد. خب نوبت ما شد. ما دیگه باید اون ریسکش هم به هر حال بپذیریم. برای اولین بار میخواد این کاتالیست در یک واحد خیلی مهم بارگذاری بشه. برای خطراتی داره، ریسکایی داره. اون ریسک ما پذیرفتیم. و این نتیجه، این در واقع این حلقه الحمدلله کامل شد و الان بیش از 2 سال کاتالیست RCD شرکت اکسیرنوین در پالایشگاه شازن بومی سازی شده، تولید شده، تست شده و از نمونه خارجی هم بهتر جواب داده. ما معمولا کاتالیست‌های واحد RCD مون حدود 16-17 ماه مثلا تعویض می‌کنیم. الان از آذر 1401 کاتالیست ما لود شده، الان دیگه داره نزدیک 2 سال میشه. هنوز هم اکتیویتیش بالاست، هم عرضم شما در دمای مناسب هم داره اون فعالیت خودش انجام میده. خب زحمت‌های زیادی کشیده شده و واقعا یه افتخار برای شرکت بود، برای پالایش بخش بود، برای صنعت نفت بود، چون هم حجمش بالاست. تقریبا ما هر سالی حالا 15-16 ماه یک بار 1500 تن از این کاتالیست مصرف داریم. خب این حجم خیلی بالاییه. آوردن از خارج کشور کار سختیه، آوردنش، تخلیه‌اش، کار گمرکیش، ارزش. این قدم برداشته شد و یه قدم بزرگی بود. کار دوم ما کار تولید و بومی سازی کاتالیست واحد RFCC. اون هم واحد RFCC هم حجم زیادی از کاتالیست، تقریبا سالیانه اگه اشتباه نکنم حدود 4000 تن مصرفشه. 4000 تن کاتالیست هم از خارج آوردن، هم ارز زیادی میبره و هم زحمت زیادی داره. این هم باز همین روی کرد که در واقع شرکت تولید کننده اول نمونه تولید کرده، کمیته کاتالیست پالایش بخش تایید کرده، بعد یک مرحله خیلی در واقع کوتاهی به عنوان یه بخشی تحت عنوان نوکیو نوپر، یعنی شرکت تولید کننده قبول کرده تولید کنه به ما بده، ما ببریم بارگذاری کنیم، اگه جواب داد پولش بدیم. که این کارو ما کردیم. واقعا این اتفاق هم افتاد. 1200 تن در مرحله اول بارگذاری کردیم، جواب داد. تقریبا معادل نمونه‌های خارجی از نمونه‌های اروپایی خب یه مقداری ضعیف‌تر بود، از نمونه‌های چینی بهتر بود. مرحله بعد که دیگه الحمدلله تست انجام شد، رفتیم قرارداد حدود 7000 تن دوباره باهاش بستیم. الان داریم 3000 تن به ما داده. چقدر راحت هم شدیم. از همین در واقع شهر قزوین، شهرک صنعتی قزوین تولید میکنه، با کانتینر میفرسته داخل پالایشگاه. دیگه نه ترخیص میخواد، دیگه نه ارز میخواد، نه خلاص داستان گمرک میخواد. و مهمتر از همه هر 2 تا شرکتی که این 2 تا کاتالیست برای ما تولید کردن، هم اکسیرنوین هم بهداشت، نفرات زبده و کارشناسان دقیقشون تو پالایشگاه حضور دارن. یه تیم گذاشتن اونجا، روز به روز، لحظه به لحظه فرایند رصد میکنن. هر جایی که همکارای ما کامنت بهشون میدن، اونو میرن در تولید اصلاح میکنن و این چرخه رو دارن روز به روز بهبود پیدا، مثلا داره بهبود بخشیده میشه و
کیفیت کاتالیست داره میره بالا. بنابراین این مجموعه اقدامات، این مجموعه کارهایی که انجام شده واقعا یک کار گروهیه. ما از پالش‌فش تشکر میکنیم که این دوتا کاتالیست هم ما رو حمایت کردن، کمک کردن و اگه واقعا کمک اینا هم نباشه نمیشه. به هر حال این کاتالیستا ریسک هم داره. این ریسکش هم یه بخش هم باید به هر حال مجموعه بالادست هم بپذیره. ممکنه تولید ما کم بشه. به هر حال این هم جزء مسئولیت‌هایی که پالش‌فش به هر حال پذیرفته و من بعدم ان شاءالله باید بپذیره و کمک کنه. چون پالشگاه رو اگه کمک نکنن واقعا تولید مشکل پیدا میکنه. یعنی همه مسئولیت رو بندازیم گردن مدیر عامل پالشگاه. مجموعه پالشگاه سهامدار از یه طرف صحبت میکنه، پالش‌فش هم تولید میخواد، مشکلات و ارزم شما بحث ارز و واردات و اینا هم داستانای خودشه. بنابراین ما ضمن تشکر از جناب آقای مهندس سالاری و تیم هماهنگ پالش‌فش که واقعا ما رو کمک میکنن با حضورشون، با در واقع جلساتی که تشکیل میدن با تولید کننده ها، به هر حال این کمک رو برای ما انجام میدن. تشکر میکنیم از همشون و انشالله که این فرایند تولید داخل و بومی سازی و این نگاه به تولید داخل کشور انشالله روز به روز گسترده تر بشه، روز افزون بشه و همه ما در واقع روزی برسه که انشالله دیگه تمام تولیدات در واقع نیازمندی های پالشگاه، تاسیسات پالشگاه رو ما بتونیم بومی سازی کنیم. من این جمله رو بگم و دیگه زیاد مصدق نشم. سال 74 ما وارد پالشگاه شدیم، آقای مهندس شاه میرزایی، بیش از 90% خریدهای ما خارج از کشور بود. بیش از 90% تاسیساتمون از خارج از کشور کالای لندن می‌خریدیم. الان دیگه در واقع این ورق برگشته، ما بیش از 90% قطعات و در واقع تجهیزات، مواد شیمیایی، کاتالیست‌ها، تجهیزات به اصطلاح ماشینری، انواع اقسام تجهیزات ما در داخل تولید می‌کنیم. کمتر از 10% فکر می‌کنم ما از خارج وارد می‌کنیم و این اتفاقی نیفتاده جز همت همه صنعتگران و حدود آمار ارقامی که خدمتتون بدم 17,000 قلم از تاسیسات پالایشگاهی، قلم‌های پالایشگاهی توسط شرکت‌های داخلی، شرکت‌های دانش بنیان در واقع بومی سازی شدن و الان در داخل الحمدلله تولید میشن. برای همه عزیزان آرزوی سلامتی دارم. انشالله که همتون مأجور باشید برای سلامتی خودتون، برای سلامتی مقام معظم رهبری و برای سلامتی خانواده‌های محترمتون صلوات بفرستین. خب یه نکته هم گفتم، به من یادآوری کردن که کاتالیست RCD که بومی سازی شده بخشی از دانش فنیش با پژوهشگاه صنعت نفت بوده. یعنی پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت اکسیرنوین دو نفره در واقع دو تا مجموعه دانش فنی تولید کردن و خود تولیداتش هم که شرکت اکسیرنوین انجام داده. ما هم به عنوان مصرف کننده در راکتورها لود کردیم و الحمدلله جواب گرفتیم. این افتخاری برای صنعت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت. برای سلامتی خودتون صلوات خواهد کرد. تو ای دل قدرت شهباز داری، تو ای دل قدرت شهباز داری، تو ای مجنون قدرت اعجاز داری. از این خاک و از این دلبستگی ها تو ای جان قدرت پرواز داری. توانایی ما در رفع نیازمندی های خودمون بالاترین چیزی هست که خداوند به ما داده. توجه به تولید و ساخت داخل، توجه به توانمندی های نیروهای جوان در کشور و توسعه تولید در کشور بالاترین راه هست برای عبور از مشکلات. در این قسمت از برنامه دعوت میکنم از جناب آقای مهندس دهقان، مدیر عامل محترم شرکت پالایش نفت شیراز، که با بیانات خودشون در خصوص توانمندی‌های مربوطه در حوزه کاتالیست ما رو به فیض برسونن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خانم و آقایون حضار محترم، جناب آقای شاه میرزایی معاون محترم وزیر در امور پتروشیمی، آقای مهندس سالاری هم که خدمتشون نیستیم. عرضم به حضور، من فکر کنم دیگه یکم خسته شدین احتمالاً از این صحبتایی که انجام شده. برای که فضا عوض بشه ما یکم فضا رو عوض کنیم. درسته؟ خب بحث تولید کاتالیست و تجاری سازیش
در واقع قضیه همون خواستگاری هست که یک نفر رفت خواستگاری، گفت چی شد؟ گفت 50% قضیه حله. گفتن 50% دیگه چیه؟ گفت جواب طرف ها نمیدونم چیه، ولی 50% خودم که خواستگار هستم حله. بحث تولید کاتالیست هم همینه واقعا. یعنی ما وقتی که دوستان تحقیق و توسعه انجام میدن، کاتالیست رو تو واده تست پایلوتاشون تست میکنن، تجاری صنعتیش واقعا یه سازیش یک داستانی هست که این برای مدیر عامل، حالا مصر رجبی هم فرمودن، خیلی ریسک بزرگی داره، چون مدیر عامل باید ته قضیه اگر که کاتالیست فیل کرد، اون اکتان نداد، انگار تنها کسی که یقه میگیرن و باید جواب باشه مسئول اون پالایشگاه یا اون مدیر عامل هست. خیلی حالا توی بالاخره کاتالیست‌های خارجی اون لیکویدیتی که برای کاتالیست در نظر میگیرن 10% حداکثر قیمته، ولی از سریز خارج شدن و جواب ندادن اون میلیون ها دلار به اصطلاح ضرر و زیان داره. من فکر میکنم حالا توی پالایشگاه بندرعباس من خاطرم هست تو واده آیزوماکس کل کاتالیست مثلا حدود 6-7 میلیون دلار بود اون موقع میخواستن بسازن، ارزش 2% ییلدی که تو میدل دیستیلت کم میشد بالا بر 100 میلیون دلار در سال بود. اینه که شما وقتی که یک کاتالیست میخوای تجاری سازی کنی واقعا ریسک بزرگی برای مدیران اجرایی داره و این عمق صنعتی که اتفاق افتاد، فرمودن 99 تا کاتالیست بومی سازی شده و من با افتخار میتونم بگم تقریبا ما یه آماری در آوردیم تو پالایشگاه شیراز، فکر کنم حدود 5000 قطعه بومی سازی شده که سفارش خارج میشه. و عزیزان واقعا ما باید افتخار بکنیم توی کشورمون که عمق صنعت خیلی خوب پیشرفت کرده. یعنی ما تا حالا حداقل نیازمندی هامون رو برطرف کردیم و الان دیگه باید بریم به سمت ارتقا و بسنده نکنیم. این اتفاقی که افتاده، اون 50% قضیه‌ای که من گفتم خدمتتون که واقعا یک مدیرانی توانمندی توی این صنعت شاید خیلی هم ناشناخته بودن و اومدن ریسک اون 50% دوم قبول کردن و این اتفاق توی کشور افتاده و برای همه ماها باعث افتخار هستش. پالایشگاه شیراز خوشبختانه من فکر می‌کنم این سومین کاتالیستیه که ما ریسکش رو پذیرفتیم و برای اولین بار تو پالایشگاه شیراز داره تست صنعتی میشه و انشالله جواب بده و این جواب دادن این کاتالیست یک اتفاق خیلی خوبی تو کشور میفته با تجربه این که حالا نمیدونم چقدر حضار محترم استحضار دارن، ما توی واده آیزومریزیشن توی کشور تقریبا نه راه اندازی موفقی داشتیم و نه پرفورمنس موفقی داشتیم. تقریبا همه واده آیزومریزیشن چالش‌های 1 ساله 6 ماهه داشتن برای راه اندازی، کاتالیست فیل کرده و اکثرا که هم راه اندازی شده اکتانشون بالای 84 نداشتیم توی هیچ پالایشگاهی و حالا ما انتظار داریم از این کاتالیست که حداقل اکتان 88 بگیریم برای تولید بنزین یورو 5. عرضم به حضور حالا من یک پرزنتیشنی دادم که مقدار فنیه و اینها مقایسه بین کاتالیست زیرکنیم اینا بکنم، اینا رو خود دوستان احتمالاً انجام میدن دیگه، من خیلی وقت آقایون رو نمیگیرم. فقط خدمت رو عرض کنم که ما وقتی که می‌خواستیم لایسنس یوپی رو بگیریم 2 تا لایسنس داشت، یکی بر اساس کاتالیست زیرکنیوم بود، یکی هم آلومینو و جالبه توی مذاکراتی که اون موقع حالا فضای باز بود انجام شد به هیچ وجه حاضر نبودن کاتالیست زیرکنیوم رو به ایران بدن، فقط اون گفتن انحصاری توی آمریکا فقط میتونه استفاده بشه و تحت هیچ شرایطی اون کاتالیست لایسنسی که با کاتالیست زیرکنیوم بتونه کار کنه به ما ندادن و ما اجباراً اون لایسنسی گرفتیم بر اساس کاتالیست آلومینا بود.
خب فضا یه مقدار تنگتر شد. ما اون کاتالیست آلومینیوم هم نتونستیم تهیه کنیم، اومدیم با شرکت داخلی مذاکره کردیم. خب یه توانمندیایی نبود واقعا توی این قضیه که ما بتونیم از شرکت داخلی استفاده کنیم، که به هر صورت متوجه شدیم دوستان این تکنولوژی زیرکنی رو دارن. وارد بحث قضیه شدیم. اینه که میگم واقعا برای این اتفاقی که ما این کاتالیست استفاده کنیم ماها بحث و بررسی کارشناسی انجام شده، چون کاملا لایسنس متفاوت بود. لایسنس بر اساس کاتالیست آلومینا بود و ما اومدیم به هر صورت این ریسک رو پذیرفتیم که بتونیم اصطلاحاً این اتفاق بیفته. خب یه تغییرات توی لایسنس باید داده میشد. کاتالیست آلومینا همه دوستان استحضار دارن، یه ماده‌ای در واقع مصرف میکنه، ماده پرکلوراتیلین که تقریبا توی کشور تولید نمیشه، باید وارد بشه و تهیه این ماده یه مقدار توی مقاطعی حتی پالایشگاهایی که داشتن کار میکردن با تأمین این ماده واقعا مشکل داشتن. این کاتالیست در واقع زیرکونیوم بیس به این ماده احتیاج نداره. خب یک سری تغییراتی باید توی واحد ما داده میشد. یک سری مثلا اون HCl مثلا یک کاستیک واش داشتیم برای حذف HCl و اینها و تغییراتی برای تزریق ماده و اینها. همه اینها اتفاق افتاد و در نهایت ما ریسک اینو پذیرفتیم توی پالایشگاه شیراز. این کاتالیست رو با تجربه که حالا توی کشور ریفرنس نداشت، البته بازدیدایی توی روسیه انجام شد و توی چند تا پالایشگاه استفاده شده بود و ما اینا در واقع قرارداد خرید اینها امضا شد. حالا تفاوت‌ها هم که از نظر فنی حالا حتما دوستان بیشتر توضیح میدن، من دیگه نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم. یکی از ویژگی‌های این کاتالیست اینه که پایداری خیلی خوبی داره. توی حالا پایلوت‌های تست که انجام شده، خب کاتالیست آلومینیوم معمولاً 3 تا راکتوره. بعد از هر 1-2 سال کار کردن راکتور سوم باید لید قرار بگیره و مثلا یک سوینگ توش انجام بشه که بتونه این نهایت 4 سال 5 سال عمر کنه. ولی این کاتالیست حدود 8 سال عمر مفیدش به اصطلاح هست. حالا دوستان بیشتر توضیح میدن. کاتالیست آلومینا قابل احیا نیست، این کاتالیست قابلیت احیا داره و حالا چیزی که ما حساب کردیم 1% حالا طبق به اصطلاح داکیومنتی که دادن 1% افزایش ییلد داره که این عدد توی پالایشگاه ما شیراز با پالایشگاه کوچیکی هستیم 1.8 میلیون دلار در سال میشه. حالا مقایسه کنید با یک قیمت کاتالیست فقط 1% افزایش به اصطلاح بازده توی 1 سال برای پالایشگاه کوچیک توی شیراز 1.8 میلیون دلار در سال به اصطلاح سودآوری بیشتری داره. اینم که حالا تغییرات توی لایسنس هست اینا، حالا من دیگه خیلی نمیخوام چیز کنم وقت دوستان رو بگیرم. به هر صورت یه مقداری وزن این کاتالیست خیلی گرفتش که دیدین مثلا 1.3 اون کاتالیست 8 یه مقدار از حجم راکتور وقت با اون وزنی که ما می‌خواستیم بگیریم پر نمی‌شد. خب دوستان اکثرا کارشناس باشن معمولا میدونن که خیلی کارشناسا دیگه این ریسکا رو نمیپذیرن، یا حجم راکتور پر نشه فلان. اینا بحث‌های فنی خیلی زیادی شد تا بالاخره خوشبختانه این کاتالیست خریداری شد و ما هفته پیش دوستان توی سایت ما بودن، مسائل راه اندازی تسکایی که باید انجام بشه بررسی شد، نهایی شد و ما انشالله 2 هفته آینده کارهای آماده سازی انجام میده و امیدواریم که بعد از 2 هفته لودینگ کاتالیست رو انجام بدیم. فقط دوستان من چون بعضی از مطالب رو باید حتما بیان کنم، متاسفانه حالا خود آقای من سالاری فرمودن که مشکل نقل و انتقال ارز حل شده، ولی ما متاسفانه به دلیل اینکه هم روسیه تحریم بود هم ما برای انتقال 8.5 میلیون یورو پول بابت این کاتالیست، یه تراسی ما توی دبی معرفی کردن، یه تراسی آقایون
انتقال پول تقریبا 2.5 ماه 8.5 میلیون دلار تو پارتای 5 میلیون درهمی 10 میلیون درهمی باید میرفت مینشست تراسی تایید میداد و ما پارت بعدی رو میپرسیم. یعنی همه اینها که میگم ریسک مدیر عامل که آقای مهندس رجبی هم به درستی اعلام کردن، حالا یه حجم کاتالیست مثلا 4000 تومان 5000 تومان با این شیوه بخواد خریداری بشه، ببین چه ریسکی داره. و متاسفانه حالا تو این انتقالات چون 3 ماه طول کشیده بود، ارزش برابری روبل و یورو تغییر کرده. توی 8.5 میلیون دلار 800,000 تا پیمانکار ما کم آورده و این حالا توی فرض کنید توی وسایل هیئت مدیره و اینها انجام یک کار حل شدنش برای خود دوستان هم این موضوع رو در واقع تصمیم گرفته بودن، نمی اومدن برای راه اندازی. جلسه پیش که ما داشتیم بهش گفتیم اگر نیایید ما خودمون راه اندازی میکنیم و شما رو تو پالایشگاه راه نمیدیم. حالا آقای مهندس کاژیم‌زاده من خیلی ازشون تشکر میکنم، واقعا همت کردن، جلسات گذاشتن، هم این جلسه و هم اختصاصا وقت زیادی روی موضوع ما و بحث‌های مالی و چالش‌هایی داشتن که داشت راه اندازی رقم می‌افتاد. ایشون واقعا همت کردن و کمک کردن، دوستان اومدن و واقعا از نظر فنی ما جلساتی که با داشتیم توانمند بودن و خوشبختانه این اتفاق میفته و ما امیدواریم که این کاتالیست جواب بده و ما هم انشالله بتونیم رو سفید باشیم، مسئولیت برامون نداشته باشه. و من از همه تشکر میکنم. ببخشید من دیگه خیلی بحث فنی رو نگفتم، آمادگی بحث این چنینی هم نداشتم، حالا کلیات گفتم خدمتتون. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم، انشالله سالم و تندرست باشید، خودت خانواده‌تون صلوات بفرستید. خب تقدیر و تشکر عرض میکنم از جناب آقای مهندس دهقان مدیر عامل محترم پالایشگاه شیراز. خب برای اینکه مجلس از این حالت یه مقداری حس میکنم خیلی خسته شدید، گفتن به ما یه بریک تشریف ببرید، یه در واقع تجدید قوایی بکنید و تشریف بیارید. ان شاءالله ما دیگه کاری نداریم. محرم هست نمیتونیم بگیم کف بزنید، برای خودتون صلوات بفرستید. موفق باشید. شرکت آرتین آزما مهر